سلام علیکم، چطور میتونید؟ آقا من با دومین ویدیو یوتیوبم اومدم و انقدر ذوق این هولدر رو دارم اصلا همه شبه جا میخوام گردنم باشه و اینجوری ویدیو بگیرم باش. الان یه لحظه اون صدای الفو تو ذهنم پلی شد. این صداه خب رسیدیم مغازه و اینجا من قراره که یه چاپ خیلی خیلی سخت رو نشونتون بدم. خب تا اینجا دارم کاراشو انجام میدم، پیج اینستام بذارم براتون، چون تا جایی که متوجه شدم مثل اینکه یوتیوب این حالت رو نداره که شما بتونید به من پیام بدید و اونجا میتونید دایرکت بدید. تلگرام هم میذارم براتون، اونجا میتونید به من پیام بدید و در خدمتتون هستم. هر چاپی که بخواید براتون میزنم و حالا اگرم که مثلا طرحش رو نداشتیدم میگم که طرحمون طراحی کنه. این دورسه واقعا یکی از اون چاپاست که اصلا خیلی خیلی زمان بر، یعنی من خیلی کوتاهش کردم که اینجوری شده و خیلی سخت بتونید کسی رو پیدا کنید که چاپایی در این حد رو بتونه که بزنه. ببخشید بابت صدا، چون من دراز کشیدم دارم این وایس رو ضبط میکنم. حین کار کردن دیگه نشد به خاطر اینکه خیلی طولانی بود و من خیلی خسته بودم اونجا. بعد آره یه دستم دارم تکون میدم چون که خیلی خوشم میاد از یه حرکته و از وقتی هولدر رو گرفتم هی دلم میخواد که دستم اونجوری جلوش تکون بدم. آره خلاص این که این دورسه آنجایی که نچسبیده رو با کارت میشه که چسبوندش و خیلی باید با احتیاط جدا بشه دیگه، چون هم ابعاد طرح خیلی خیلی بزرگه و همین که خیلی داغه، مثلا ممکنه که بعضی جاش نچسبیده باشه و باید حواسمون باشه که تماما اون چاپای روی پلاستیک منتقل بشه روی پارچه. دورسه خودش گرم بالاست و خیلی کیفیت بالایی داره. این نتیجه کار. دوباره دستم تکون داده. بعد اینکه آستیناش که یه ورش یه ذره بزرگتر یه ورش یه ذره کوچیکتر، ولی نظر خود من این بود که بهتر بود کل آستین پر بشه، ولی خب طراحش اینجوری صلاح تونسته. و اینم بهتون گفتم که این ویدیو طی 2 روز ضبط شده، چون روز اول فقط سینه و پشت رو چاپ زدم و روز دوم آستیناش رو. خب این الان مثلا روز دومه میبینی یه ذره روی مبل شلوغ شده دیگه، اونجا عقلم نرسید که اونا رو بردارم از اونجا یه ذره ویدیو قشنگتر دیده بشه. خب بالاخره اول کار دیگه، تازه شروع کردم و مرسی که واقعا میبینید، یعنی دمتون گرم بابت این که اگه کسی هستید که تا این لحظه از ویدیو رو دیدید واقعا دمتون گرم. اونم طراحشه که اونجا داره طراحشو میچسبونه. اینم نتیجه کار و خیلی خفن شد. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید. خیلی عالی شده واقعا، خیلی هم تایم گذاشتم براش و اصلا نگران نباشید، اصلا کنده نمیشه هر چقدر بره داخل ماشین لباسشویی، چون یه فوت کوزه‌گری داره که فقط من بلدم و هیچ کدوم از مشتریای ما تا حالا نیومدن بگن که کنده شده. طرح از این بابت خیالتون راحت باشه و بازم دمتون گرم، خیلی مخلصم، خیلی باحالی. دمتون گرم که تا این لحظه رو دیدید.